یه راز مهم موقع خرید دستگاه جوش هست که خیلی ها نمی‌بینن. خیلی ها موقع خرید اول میرن سراغ نشانگر آمپر ببینن چند آمپره. این اصلا معیار قدرت دستگاه جوش نیست. چرا؟ چون این با یک پیچ قابل تنظیمه. دستگاه 200 آمپر رو میتونین بکنین 500 آمپر، همینجور درجهش میره بالا. چند تا نکته مهم دیگه هم هست که آخریش از همه مهمتره رو آخر ویدیو گفتم. اولا میخوای دستگاه جوش بخری از جای معتبر بخر. دوما میخوای بخری ببین توان خروجی دستگاه چقدره. نگاه به آمپر دستگاه نکن زده 300 آمپر، بعضی ها زده 300 آمپر میبینی 180 آمپر بیشتر خروجی نمیده. آخرین موردم که از همه مهمتره گذاشتم داخل کپشن. این پستم بفرستین برای دوستاتون تا موقع خرید دستگاه جوش گول نخورن. پیج ما رو فالو کن، هر روز نکات آموزشی